یعنی سنت در لغت عرب به معنای راه است، راه و طریقت، راه و روش، و نه در سنت به معنای اصطلاح فقها و اصولی ها. اصولی ها سنت را میگویند که ما یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه. سنت آن عملی است که اجرا کنندش ثواب میگیرد، ترک کنندش گناهکار نمیشود. مثلا ریش ماندن سنت است. وقتی که میگوییم مراد سنت اصطلاحی که در نزد فقها و اصولی ها هست آن نیست که ماندنش ثواب باشد و تراشیدنش حلال باشد، نه، بلکه ریش گذاشتن فرض است و تراشیدن ریش حرام است. فقط وقتی که سنت میگوییم مراد این راه پیغمبرها هست، راه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که ریش داشتند و یگان مراتبه در حیاتشون نتراشیدند، بلکه امر و سپارش دادند به گذاشتن ریش، و حالا که امر پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت به حتمیت و فرضیت میکند. بنابراین گفته اینجا سنت به معنای راه است، طریقت است، نه سنت اصطلاحی.